از مادر این بچه توله کشی کردن، توله های نر رو فروختن، توله های ماده‌ش هم گفتن میخوایم بندازیم دور. حالا خانوم که آوردنش متوجه شدن، دلشون سوخته، یک دونه از توله ها رو نجات دادن و به سرپرستی گرفتن. ولی واقعا بعضی از این توله کشا آدم نیستن واقعا. یعنی اعراب جاهلیت میگفتن که دخترها رو خاک میکردن، اینا فرق ندارن، اینا همونقدر جاهلن. خب اینم جون داره، گناه داره، یعنی واقعا و زیاده. فکر نکنید که کمه. چال میکنن، تو سطل زباله میندازن، سگای گلهشون وقتی پیر میشن رهاشون میکنن، سگ نگهبانشون وقتی پیر میشه رها میکنه، نرا رو میفروشن، ماده ها رو میکشن. واقعا امیدوارم یه روزی بیاد که دیگه نبینیم. گریه نکن عزیزم. خیلی ناراحت کننده است، خیلی ناراحت کننده است. به خاطر توله هایی که اینجوری از بین رفتن، از خدا میخوام که به زودی بفهمن و متوجه بشن که چقدر این کارشون اشتباهه. قربونت برم، گریه نکن. ای داده بیدو، ببخشید.